سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست شو رادیو خطا. تو این پادکست ها ما قصد داریم تا با نگاهی متفاوت به مسیری که میریم نگاه کنیم. خیلی خوش اومدید آقای مهندس. البته من آقای مهندس که میگم ایشون پدر بنده هستن. من اینقدر از بچگی تو حالا شرکتی که بابا داشتم بودم دیگه، همه اینقدر بابا رو مهندس صدا کردن، منم دیگه عادت شده برام بابا رو مهندس صدا میکنم. خب بابا جان، اگه میخواین شما هم یه مقدمه بگین. سلام عرض میکنم سعادت جان به شما و حالا بینندگان و شنوندگان عزیزمون. من یه در واقع بحث تکمیلی رو حرف سعادت داشته باشم. خیلی تو فضاهای الان خیلی این کلمات مهندس و دکتر اینا باب شده، هم که دیگه دکتر شدن، ولی اینکه صدرا حالا لفظ مهندس رو به کار میبره، صدرا تقریبا از طفولیتش از همون نوزادی تو دفتر بزرگ شده و بیشتر از اینکه حالا مثل خیلی دیگه از بچه‌ها با همسن و سالای خودش بازی کنه، بیشتر تو فضای دفتری و بین همکاران و پیش خودم بوده همیشه. و حالا این حس و عادت از بچگی، به خاطر اینکه میشنیدیم کلمه رو تو لفظ کارمندا و پرسنلی که با هم دیگه همکار بودیم، این عادت رو تقریبا از بچگی داره. بابا جان، خب من از 15 سالگی وارد بحث کسب و کار شدم و یه تجربیاتی رو کسب کردم که تو همسنای خودم، نه حالا همشون، 1% میبینم که تونستن این تجربات کسب کنن، درصد زیادیشون نتونستن. چی شد که حالا شما به من این اجازه رو دادی و حالا اینکه حالا خودم هم خواستم هم 1% تاثیر داره، ولی چی شد که شما به من اجازه رو دادی که اون تجربه ها رو بتونم کسب کنم توی اون سن؟ و البته با توجه به اون سن تجربیات محدودی هم بوده، یعنی ساختار بندی شده بود تجربیات قرار بود من تو 30 سالگی به دست بیارم، تو 15 سالگی شما به حال اجازهشو نمیدادید. ولی چی بود که من تونستم این تجربیات رو کسب کنم؟ ببین، جدا از بحث حالا مباحث مربوط به کسب و کار، اگه یادت باشه نمیدونم چون تو برمیگره به سن خیلی پایین‌تره، من این مبحث رو همیشه نسبت به شما داشتم که هر کاری رو که می‌خوای انجام بدی تقریبا میتونی انجام بدی، به شرط اینکه به خودت و کسی آسیب نزنی. دلیلش چی میتونه باشه؟ که شاید خیلی از تجربه‌هایی که شما تو سن پایین داشتی و کارهایی که میتونستی انجام بدی، همین الان هم خیلی از پدر مادرها اجازه نمیدن بچه‌هاشون این تجربه‌ها رو داشته باشن و جلوی خطا کردن رو از بچه‌هاشون میگیرن. یعنی پدر مادرها جای بچه‌ها تصمیم گیری میکنن که یه وقت اونها خطایی رو انجام ندن و این یکی از شاید بگم بزرگترین دشمنی‌هایی هستش که پدر مادرها در ارتباط با فرزندانشون انجام میدن. نیت خیره، ولی در پس این نیت خیر نتایج خیلی خوبی رو بهش نمیرسیم. چرا؟ دلیلش تو عملکرد مدل تصمیم گیری آدم‌هاست. آدمی‌ها بر اساس 2 سیستم شهودی و منطقی تصمیم گیری میکنن که حالا جلوتر راجبش خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم. فعلا میخوام تأثیرات اولیه‌اش رو بگم، یکم برگردیم به خاطراتمون و تجربیاتمون که هر چقدر این خاطرات و تجربیات توی دوران کودکی عمیق‌تر باشه، بعدن که بهش نیاز پیدا میکنیم به یک بانک اطلاعاتی کامل‌تر دست پیدا میکنیم. حالا یعنی چی؟ ما سیستم شهودیمون بر اساس خاطرات، تجربیات و حفظ شرایط کنونی و اینکه بگرده دم دست‌ترین و سریع‌ترین جواب رو برای هر اتفاقی پیدا بکنه. یعنی موقعی که شما می‌خواید تصمیم گیری انجام بدین، خصوصا هر چقدر این تصمیم گیری شرایط حادتری داشته باشه، تصمیم گیریتون سریع‌تر باشه و سیستم شهودیتون که حالا میگم بعداً راجعش بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم درگیر باشه، شما نیازمند یک بانک اطلاعاتی کامل از تجربیات هستید. و هر چقدر این بانک تجربیاتتون کامل تر باشه، سیستم شهودی اطلاعات بهتری برای تصمیم گیری بهتر در اختیار شما قرار میده. خطر بزرگترش کجاست؟ اینکه شما اگه تجربیات کاملی نداشته باشین و بانک تجربیاتتون خالی باشه، سیستم شهودی میاد یک سری تجربیات شبیه به هم رو پیدا میکنه و این رو به شما در قالب تجربه‌ای که نیاز دارید ارائه میده و به شما میگه که خیلی خوب، اون تجربه که اونجا افتاده شبیه همینه، در صورتی که شاید هیچ شباهت واقعی هم وجود نداشته باشه و اگه اون نتیجه مثبت داشته، پس این هم نتیجه مثبت داره، پس اقدام کن. یا اگر اون نتیجه منفی داشته، پس این همه نتیجه منفی داشته، پس اقدام نکن و جلوی تصمیم گیری و اقدام شما رو میگیره. خب سیستم منطقیمون شرایط خاص خودش رو داره، زمان بهتری میخواد و شما میتونید حالا در فراغ بال با استفاده از اطلاعات بیشتر، مشورت کردن و خیلی اتفاقات دیگه بیاین حالا رو سیستم منطقی تصمیم گیری بکنید که تصمیمات دقیق‌تری بهتون بگیم. ما فعلا رو اون حوزه کاری نداریم. بحث سیستم شهودی مونه. یعنی جایی که شما میخواین به سرعت تصمیم بگیرین یا نیاز دارین که با یک دید جامع‌تر، با یک شهود در ارتباط با یک رویا، یک آینده، یک
بحث هیجان تصمیم بگیرین و شاید تصمیماتتون توی یک شرایطی باشه که آمار و ارقام هم اصلا راجبش وجود نداشته باشه، یعنی شما در نهایت مجبورین که بر اساس شهودتون تصمیم گیری بکنید. خب بچه‌ای رو که ما دائما جلوشو میگیریم، دست به این نزن، دست به اون نزن، این کار انجام نده، اینجا رو نرو، با این حرف نزن و این نبایدهای بیشماری که جلو بچه انجام میدیم، یا موقعی که میخواد بیاد یک چیزی رو تست کنه، تو دست نزن من برات درست میکنم، تو انجامش نده من برات انجامش میدم. این بچه بزرگ میشه، میرسه به سن 18 سالگی، میرسه به سن 22 سالگی بعد از دانشگاه و بعد ما تازه ولش میکنیم تو زمانی که حالا دیگه اون حمایت ها هم شاید نداشته باشیم به اون میزان و توقع داریم از اون بچه که خودش حالا بیاد تو یک دنیا که یک عالمه اتفاقات جدید پیش روش هست و نیازمند اینه که تصمیمات دقیق تری بگیره بدون هیچ بانک اطلاعاتی از تجربیات. یعنی ما اومدیم تجربیات و بانک اطلاعاتی رو مورد نیاز سیستم شهودی مغز انسان رو ازش گرفتیم و بعد مثل کسی میمونه که رانندگی بهش یاد ندادیم، فرمون هم در اختیارش نذاشتیم، گاز و ترمز هم بهش ندادیم، یه ماشین دادیم بهش که فقط روشنه و حرکت میکنه و بعد بهش میگیم خیلی خوب تو حالا باید بشینی پشت این فرمون که وجود نداره بدون اینکه هیچ آموزشی تو این حوزه دیده باشین و تو یک مسیر پرپیچ و خم و پر از خطرات مختلف رانندگی بکنی و توقع هم داشته باشیم که این به انتهای مسیر هم برسه. در ارتباط با کودکان، نوجوانان و جوانان، پدر مادرها نقش راهنما و حمایت کننده رو دارن که متاسفانه تو دنیای امروز با توجه به اینکه خب معمولا تک فرزندی هست، پدر مادرها همه اون شوق، ذوق، آمال، آرزوها و حساشون رو میخوان رو فرزندشون پیاده بکنن، تمام توجهات رو فرزند، تمام حمایت‌ها، کنترل‌ها و چون میخوان این فرزند به سلامت به یک سنی برسه و با هیچ خطری مواجه نباشه، اون رو کاملا ایزوله شده از خطرات بزرگ میکنن و بعد این فرزند میرسه به سنی که حالا خودش باید تصمیم گیری بکنه و هیچ توانایی تو این حوزه نداره. در صورتی که اگه پدر مادر به عنوان یک حامی، به عنوان یک ناظر و یک حمایت کننده و راهنما، نه تو کنترلگر، آموزش‌های لازم رو به بچه‌ها بدن و بعد بذارن که خودشون این تست و خطاها رو انجام بدن، یعنی این بانک کامل اطلاعاتی از انواع تجربیاتی که شامل بسیاری از خطاهاست میتونه در آینده برای تصمیم گیری که منجر به خطا نشه کمکتون بکنه. یه بچه تو زمانی که کودک، پدر اگه ناظر باشه، مادر اگه ناظر باشه و مراقبش باشه و بذاره اون خطاش رو انجام بده تا جایی که نه به خودش آسیب بزنه نه به حالا محیط اطرافش، تجربه به دست بیاره، در آینده که قرار راجع به موضوعات مختلف تصمیم بگیره، حالا یک بانک اطلاعاتی از تجربه‌های بسیار داره که همراه بوده با آموزش‌های پدر مادر، با تجربیاتی که خودش کسب کرده. ببین من بارها بیام به شما بگم صدر جان به این لیوان دست نزن، به این ظرف دست نزن، داغه. شما تا درکی از کلمه داغی نداشته باشین نمیتونید متوجه بشین که این چی میزان در واقع داغی. حالا من میتونم به شکل کنترل شده یک فلز، یک ظرفی رو که مثلا دمای 70-80 درجه داره، 50-60 درجه داره که شما رو نمیسوزونه، باعث میشه که آسیب نبینی، بدم دستت و شما داغی رو حس بکنی. حالا شما یک درکی از داغی داری و در آینده اگه با یک فلزی که حالا حرارت‌های بالاتری هم هست با اون مراقبت‌های لازمه در واقع کار میکنی. اما موقعی که شما هیچ درکی از داغی نداری، ممکنه که در آینده به یک فلزی که به دمای گداختگی رسیده دست بزنی و خب آسیب‌های خیلی خیلی وحشتناکی ببینی. این یک مثال خیلی خیلی کوچیکشه. تو حوزه‌های مختلف کسب و کار، تو روابط اجتماعی، موقعی که میرسن به سن انتخاب همسر و مسائل مختلف دیگه، این حمایت‌های پدر مادرها متاسفانه از بچه‌ها باعث میشه که بانک سیستم شهودیشون به شدت ضعیف باشه و هیچ تجربه‌ای از خطاها نداشته باشن و موقعی که میرسن به یک تصمیم، جایی که باید واقعا یک تصمیم گیری مهم تو زندگیشون داشته باشن، معمولا نمیتونن تصمیمات درستی داشته باشن. دلیلش این بود. بابا جان حالا یه سوال، این موضوعی که اینقدر مهمه رو چرا کسی بهش توجه نمیکنه؟ ببین چند تا دلیل وجود داره. اولین دلیلش اینه که خب پدر مادر به خاطر اون حس پدر، به قول معروف پدرانه، مادرانه و والدین، خب دلشون نمیاد خیلی وقتا بذارن که اون کودک آسیب ببینه، هر چند جزئی. یعنی کوچکترین آسیبی که یک فرزند ببینه یا حتی احتمال این آسیب دیدگی باعث میشه که از سر دلسوزی این کار انجام بده.
نکته بعدیش اینه که نتایج تصمیمات غلطی که الان پدر مادرها دارن در ارتباط با فرزندانشون میگیرن که اونها رو سیف نگه دارن، مراقبشونن، نمیذارن تجربه کنن خطاها رو و خیلی چیزهای دیگه، بعداً مشخص میشه تاوان اشتباه در واقع پدر مادرها رو 15 سال بعد 20 سال بعد اون فرزند داره پس میده و خود اون والدین چون نتایج تصمیمات اشتباهشون رو در آن واحد نمیتونن ببینن، خب این رو منقول میکنن به آینده و خب تمام اون احساساتشون باعث میشه که جلوگیری کنن از این تجربیاتی که اون فرزند واقعا نیاز داره و ما به عنوان یک پدر مادر حق نداریم واقعا جلوی لذت تجربه کردن رو از بچه‌هامون بگیریم. یعنی خود تجربه کردن، خود تست کردن، خود زمین خوردن و بلند شدن یک همراه با لذتیه که تو خیلی از حوزه‌ها ما جلوی این لذت‌ها رو از بچه‌هامون میگیریم. یه بچه موقعی که میخواد راه بره خیلی هی زمین میخوره، همه پدر مادرها این رو دیدن، ولی چون هم نتایجش همون موقع دارن میبینن، یعنی پدر مادرها چون نتیجه بلند شدن بچه‌هاشون رو همون موقع دارن میبینن، خیلی با زمین خوردن بچه‌ها هنگامی که میخوان راه رفتن و یاد بگیرن مشکل ندارن، چون نتیجه اون تصمیم رو همون لحظه دارن میبینن. یک هفته بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد بچه دیگه شروع میکنه راه رفتن و پدر مادر دارن نتیجهشو همون لحظه میبینن. به خاطر همین درد اون زمین خوردن رو خیلی پدر مادر اذیت نمیکنه و براشون طبیعیه. ولی تو خیلی از کارهای دیگه پدر مادرها نتیجه این زمین خوردن ها رو برای بچه‌ها چون در آینده میبینن الان جلوشو میگیرن، یعنی نمیذارن بچه‌ها این لذت تجربه کردن رو به قول معروف درک بکنن، بهش برسن و خب حالا خیلی دلایل دیگه وجود داره که حالا تو بحث‌های بعدی راجعش صحبت می‌کنیم. همونطور که پدر گفت لذت تجربه کردن از فرزندانتون نگیرین. مرسی که تا اینجای پادکست همراه ما بودین. نظرات خودتون رو در بخش کامنت این پادکست برامون بنویسین، برامون خیلی عزیزه.